بچه عزیز، خوش اومدید به ویدیوی آرشام گیمینگ. خوش اومدید. امبار بازی آنلاین و از اول شروع میکنیم. ترکیب حریفمون خیلی خوبه دیگه، از مارادونا و حتی بهترین بازیکن ما هم داره که اونجا چقدر بازیکنای خوبی داری. داشتم دیدم که مارادونا که داری، فقط اگه شما نیمار جای مسی می آوردید بهتر بود، چون این نیمار سانتوس خیلی کارت خوبیه و یکی از بهترین کارت های نیماره. حرفمون انگار نداره ورود بده. داداش داری چی کار میکنی؟ داداش خب بسه حرفمون میکنم گن زد تو ترکیب این ویدیو تمومه تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار. نه نریدا، تازه شروع شده ویدیو، یعنی چی باید ول کنیم؟ بریم. این بازی توی کجاست؟ توی نه فکر کردم یه لحظه تو ورزشونه. این چه اسمی برای تیمت گذاشتی؟ نیمه اول کی شروع میکنه؟ خب گوشه ها و وسط خیلی گوشه خوب حمله کنیم که با همین تاکتیک میبریم. خدا چه موقعیتی داشت. یه پاس خوب، حریفمون واقعا خوبه. حالا برنده رو باید ببینیم که مارسیلیانی که بهترین بازیکن‌ها بود واقعا. هرچی حریف میزد مایک میگرفت و یه دونه گل خورد، اونم توی یه ضربه پنالتی به صورت گرفت و بازیکن دفاعهای ما ازشون توپ رد نمیشه. اکانت جدیدمون عالی. این اکانت جدیدمونه و این سونت و مایک مانیاند که پرواز کرد، یه جوری بگیم. یه حرکت زیبا روبرتو کارلوس هم داری. کلا گفتم نیمار رو بیار تو، ولی نه دیگه اینطوری. روبرتو کارلوس تا دیگه کارلوس دفاع چپ نیست که. خطا. بکن وایر چه ضربه زد، پاشو قلم یه اونجا. از اینجا که نمیتونم شوت بزنم 1%. نگیره پرسی بوده نبود. نمام کار این اصلا حمله نبود. ولکن چی گنده سرم. ولکن ترند اونجا میتونه و فندوک تو باید نگیرید. سری پاسو ارسال کنید. دیگو آرماندو مارادونا. وای فندوک فرشته نجات باش. وای چه سوتی. خیلی سخت با این ترکیب
بری به جنگ این ترکیب. اصلا یه دفعه چی شد چرا دفاع رفتم جلو؟ تو بلی ضربش اصلا خوب نبود. بازیکنمونو میاریم جلو. به به چه شوتی! اینه قدرت آرسام افسی، اینه نشان میده که نمیتونید اینجا حتی اصلا چه کار کردیم. بازیکنمونو یه خط آوردیم جلو تا به این تیم ابر ستاره نشون بدیم که آرسام افسی تیمی نیست که بیای اینطوری بهش گل بزنی، اونم رو اشتباه بازی کنه. خود آرسام افسی چه حرف میزنم. بریم ادامه بازی با گزارش آرسام گیمینگ ببینیم. پوشکاش پاسشو میده اونجا به فران تورس. فران تورس چه پاس باید بهتر میدادیم، پاس قدرتیشو. حالا ترند الکساندر آرنولد به فران تورس. یه ساند خوب کیلیان امباپه. ضربه که سر امباپه اصلا خوب نبود، بهتر میتونست بشه. لیونل مسی پاسشو اونجا پاس اشتباه دوباره. مسی پاس اشتباه رو داد فکر کنم به والورده اگه درست بگم. اوه بابا درست بازی کنی. اونجور حرکت بزنم. برو جلو. هری کین. فدریکو نزاش ضربه رو و پایان نیمه اول میریم به جنگ در نیمه دوم که حریفم انشالله بیاد زودتر که سریع هم اومد و خوبه. حریفم این ترکیب سه روز نمیشه این ترکیب حریفو ما ترکیب سه روزه ترکیب چند روزش مهم نیست و اینجا تنها بازی کنی که هست و فندایک تن به کورنر میده. عالی بود. فدریکو والورده جلو میاد، نمیدونم چرا جلو اومد و دفاع وسط خوشگل ما بگرفت. چه پاسی داد پوشکاش اونجا. اینجا باز فندایک دفاع تیم فوق‌العاده است. یه پاس به کیلیان امباپه. کیلیان امباپه نرمی پاس نرمی رو میده اونجا دوباره سوتی و یه پاس داخل خیلی داره وحشی بازی میکنه. بس دیگه آقا درست بازی کن. فشاری شده گل خوردی نمیتونی گل بزنی. یه پست اون منطقه یه گرمان مارادونا. اینجا اعتقاد به خطا دارم بازیکنای تیم حریف ولی اصلا خطا نبود. نیمار جونیور هی خدا تن نیمار چرا شماره 4 درست شماره بده داداش. واقعا با این همه ستاره دوباره سوتی بس یا اول فصل شانس بهمون رو کرد. چقدر اینجا باید سوتی بدیم. چه دیری بیزن اونجا
گل سومه. گل سومه. همه ستاره. چطوری من زیر این تیم بایستم؟ من بوستن و اینم